و امام شافعی، مالک، احمد ابن حنبل، تمام این بزرگواران عقیده داشتند که الله متعال بر روی عرش هست. حتی در کتاب‌های فقهی و از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نقل شده که اگر از کسی پرسیدند که آیا الله روی عرش هست یا خیر، اگر جواب بدهد که من نمیدانم که الله روی عرش هست یا خیر، چون این انسانی کافر میشود. قرآن خواندن الرحمن علی العرش استوا، الله متعال بالای عرش برابر است. قرآن بیان کرده. یک صحابی سوال نکرده که یا رسول الله کیف استوا، چه قسم برابر شده؟ نه، قرآن همین گپ گفته، با همین تسلیم شده که تو امروز عقیده از او اعلام میکنی دیگه طرف. چرا؟ به خاطر که عقیده از او یه بود که الله سر عرش است. امام ابو حنیفه رحمه الله میگه کسی که قائل باشه که الله سر عرش نیست کافر است. و علیکم السلام و رحمت الله. فقط شما گپایی را گوش کنید، میگد که الرحمن علی العرش استوا، یعنی فقط عبدالقدوس دیقان گفت که الله در عرش هست. یعنی یا همون بگیم عقیده همون سلفیه، عقیده همون وهابی ها، همینه که در عرش هست گفتگی دار، به معنای که در همون عرش قرار گرفتگی. او دیگراش تو تعاون شرطش میگه بر عرش استوا هست، دیگر شهر نمیته استوا را. او دیگریش میگه که اونو دود میزنه و غصب میکنه، اوش میگه که الله بر عرش برابر است، میگه برابرش میگه، نمیگه در عرش نشستگیه. این سیروجی نبی که یک بار گفته بود دی برآمد شده گفت که خداوند در عرش قرار گرفتگیه. واضح با میگه که خدای ما بلند و بالا هست. اما بلند و بالاش همون علا و ارتفاعی که ما استوا رو معنا میکنیم، انمی بالا و بلنده. انا او دفعه ایخیل گفته بود، این دفعه با ایخیل میگه. برای همین برادر عزیز شما خوب میشه که اگر همین شما یکان نفرهای قطعی پیوست کنید، ایشونی محمود جان قطعی، دوملا ابراهیم قطعی، دوملا محمد الله هست، قاری ابراهیم هست، کسایی که در این اینترنت دایم هستند، شما از همین ها همین را بگیرین. من که انشاءالله پرچه میپرتم. این موضوع کلانی بده ایرد در 2 ساعت 3 ساعت بود کنه میشه. لیکن از همونا هم اگر آدماتون باشه و تلفونی قطعی هم اگر ببروین نظری هم را بگیرین پرتوین در اون اینستاگرام، به نهایت خوب میشه. همه همونو تلفونشون هسته، تلفونی مثال دوملا ابراهیم هسته، از محمد لوش هم هست، از قاری ابراهیم شما هست. همینا را اگر بگیریم بسیار خوب میشه. این مثال محمود جان هست، برای که همین جا ببین اولی هم نمیگن، یک تا شما علاقه عبدالقدوس دیقان گفت مثال هست گفتگی با معنای نشستگی. دیگر روش علاقه استوا را معنا نمیکنن، اوش برابر میگه، ایش بلند بالا میگه. نمیره خودت علاقه همین را میتونی که بگوی ببین همین 4 آدم 4 معنی کد خودش. یک تاش میگه هست عبدالقدوسش، اونا افغان دیگریش میگه که بر عرش استوا کرد، استوا را معنا نمیکنه دیگه. اوش میگه برابر است، اوش میگه بلند و بالاست. اینا ببین همین 4 تراواز خودت بگی مقایسه که بگو برادرو همین 4 برآمدی که اینجا هست ببینین همین بر عرش چی میگه. همین 4 کس 4 خیل گپ میزنن، همش یک گپ ندارن که در بالای عرش نشست. همین گپ سری نشستن ده میره. برای همین حاضرینه تو دینه را اونم سیروجی میگو که نشستگیه، این حاضر میگه بلنده و بالا های. برای همین چیزها را شما یک کمتر اهمیت بتینو نگه پوشونن. بعد از هم دومله ها بگیرین خوبه. من که انشاءالله پرچه میپرتم میتر یک بوری را موضوع کلونی بده ای. اونجا برادران نویساندن که حاجی اینقدر مردم از تو ناراضی شده، میلش دنیا ناراضی شود، خدا از من راضی است، پیغمبر از من راضی است. این منبر جایی هست که باید هم از من راضی نباشه. از این خاطر وقتی من مزار میگویم مزارها را درست زیارت کنید برادرای عزیز. من چندین بار گفتم به شما، ما حضرت امیر جان را دوست می‌داریم، حضرت سلطان ویس قرنی را دوست می‌داریم. ما خاک پای اونها نمیشیم.
ما مثل اونها در اسلام تا حال خدمت نکردیم، لیکن درست زیارت کنید. میهمانا در همینجا حضور دارن، از راحتی آمدن، 20 نفر زیاد هستن، از دیروز همراه ما هستن. خود همینا حکایت کردن، حاجی میرزا نمیگه، اینا حکایت کردن زنی را دیدیم، دو زن با سری لوچ دیوالهای حضرت امیرجان در دیده هاشون میمالن و بوسه میکنن. آیا همین جایز است؟ همین درست است؟ خطان بها دهید. همون کسانی که از پس ما سخن میکنین، گپ میکنین، خطان آیا همین رفتن زن به مزار خودش درست است؟ آیا سری لوچ به پیش حضرت امیرجان رفتن درست است؟ خودتان حکم کنید. و فقط شما در یک صحبت حاجی میرزا شدگی نیستین، هزارها داملا را در صحبت شستگی هستین، شاید از زبان اونها هم شنیده باشین. انشاءالله حضرت امیرجان از ما به نهایت راضی هست، به نهایت راضی هست که ما مردم به راه درست دعوت داریم. برادرای عزیز، باز میگویم خیر احسانتان فقط و فقط برای برادرت کن، برای پدرت کن، برای مادرت کن، برای همسایه های فقیرت کن. امروز حضرت مولانا در دوشنبه ای میاسکمبینت در زیاد در اونجا گوسفند میکشن، همین درست است؟ همین میاسکمبینتی که میگویه مثل همون مزار گوسفند کشی ندارد، در کدام جای کتاب هست؟ السلام علیکم حاجی محترم، من یک نفر مخلص دائمی شما، من به شما سؤال دارم و از شما التماس دارم که با سؤال من خود همین جمعه جواب گردانید. در ناحیه واسع زنی هست که دائم در اطاعت خدا است و میگوید که گویا در خانهش فرشته ها از جمله بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه فرآمدند. وقتی که آدمان زیارت می روند در وقت سجده گویا نور به چشم آنها نمایان می شده باشد. وقتی که من رفتم در یک خانه پرده هست و در پس آن پرده کرپچه ها انداختند و می گویند که آنها در همین کرپچه ها نشستند. اما دروغ هستند. حضرت بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه اولا از جمله فرشته ها نیست، اینا از جمله فرشته ها نیستند، اینا از جنس آدم هستند. این دختر پیغمبر و زن پیغمبر است. فاطمهش دختر پیغمبر، عایشه صدیقهش زن پیغمبری خداست. از این خاطر با این نوع زنهایی که این گونه دعواها دارند شما هیچگاه نزدیک نشوین. الحمدلله که امروز خیلی فهمیش شما بلند شدگی است. اگر باز به همین فهمیشاتون شما رفتن نزد همین خیل زنهایی که اینا جن دارن، اینا جنوره هستن، اینا بیمارن، یعنی جن خودش را در همه صورت در آورده میتواند مگر در صورت حبیب خدا در آورده نمیتواند. و این زنم از کجا میداند بیبی فاطمه زهرا چگونه صورت داشت، بیبی عایشه صدیقه چگونه صورت داشت؟ این جنها خودشون در همه صورت میدرارن، آدم گمراه میکنن. از این خاطر پیش اینها نروید. اینا تبابت هم کردن نمیتوانند و با این طریق تبابت کردن هم شریعت ما و شما حرام میداند. ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند در آن چیزی که حرام است در او شفا گذاشتگی نیست. از این خاطر الحمدلله امروز اینقدر طبیب‌های ما وجود دارد. امروز در بین ما و شما اینقدر دعاخوان‌هایی که از قرآن دعا می‌خوانند، رقیه ها می‌خوانند، از اون جمله این دعاگوی مسجد ما و شما مولانا وجود دارد و دیگر برادرها اینجا وجود دارند که از قرآن با قرآن انسان تبابت می‌کند. اینها را باور نکنید، نزد اینها نروید، زیرا گناهگار میشوید و همان غیرت مردی شما باور که از بین دور میشود. اینم نوعی از همون حاجت طلب کردن از مزارهاست، مثل همونها هست. چگونه مردم امروز گمراه کردن که بعضی از پیشواهای ما و شما گویا که این مزارها را میبینن و مزارها با اونا صحبت دارن و جن هستن، همش بیچاره گمراه میشود.